دوستان این یه مارکت 200 ساله هستش و قبلا هم یه آتش سوزی خیلی بزرگی اتفاق میفته توی این مارکت که دوباره بازسازیش میکنن. برای داستان کاملش آخر ویدیو رو نگاه کنین، حتما کامل توضیح دادم. پیدا کردم برنج ایرانی، برنج ایرانی نوشته 25 دلار، این همش 25 دلاره. یه دونه هم نوشته پرژین استایل 10 دلاره. بعد همه برنج رو داره، برنج ارگانیک داره. این ارگانیک جزمین هستش، دقیقا بوی برنج ایرانی میده، برنج دودی ایرانی میده. جزمین با برنج ایرانی فکر کنم خیلی فرق زیادی نداره. اینم که از اون میکساس 20 دلار، اینم این همش 20 دلاره. خیلی جالبه، خیلی خوشگله. حتی از این لکوم های ترکیش هم داره. نه 10 دلار. که ارگانیک جزمی که میگم خود پرژینمون هستش. اول برنج داره، خوشگلی ها رو ببینیم. آخه خودش یه شیرینی کاناداییه و بزرگی کوکی ها رو ببینید لطفا. یه چیزی هم که میخواستم نشون بدم، اینا میپل هستش، سیب کانادایی. Where's the coffee shop? همه بیخیال بودن که خودشون دارن میگن بیان بیرون. آتش نشانی اومد، همه بیرونه، همه رو بیرون کردن. ما هیچ فایری نمیبینیم. منم از گرما شاید فایر آلارمش روشن شده بود، چون خیلی گرمه. نمیدونم مردم چه جوری دارن راه میرن بیرون، اما خیلی گرمه، خیلی. Toronto, where wildfire smoke has led to this, a orangey, smoky haze over the city of Toronto as the smoke and the sunshine. می‌دونستین اولین آتش سوزی تو سنت لارنس مارکت نیست؟ بیام براتون داستان توضیح. سنت لارنس مارکت اولین بار 1803 تأسیس میشه و اینجوری نبوده. یه مارکت بازار روبازی بوده که دولت برای کشاورزا و مزرعه‌داران تأسیس میکنه که آخر هفته بیان محصولاتشون رو بفروشن. بعد این بازار بزرگتر میشه، آجوری‌تر میشه و کامل میشه. بعدش یه آتش سوزی اتفاق میفته که نصف مارکت خراب میشه. بعد اونو بازسازی میکنن. بعدش اولین ساختمان شهرداری اونجا میشه که یه دوره شهرداری تورنتو اونجا برگزار بود که حتی زیرزمینش هم زندانیا رو نگه می‌داشتن. بعدش این مارکت بزرگتر میشه و دوباره بازار میشه. که میدونستین یه چیز جالبم که هست، اونا که دیدن میفهمن دارم چی میگم، این که آب ساحل تورنتو تا اونجا بوده، تا سنت لارنس مارکت بوده. الان که خیابونه نه، تا اونجا بوده آب، یعنی یه بندر بوده، یه اسکله بوده اونجا. به خاطر همینم اسم خیابون فرانته. تو سنت لارنس مارکت تو خیابون فرانت هستش. بعد و اونجا بزرگترین و مهمترین ساختمان مارکت تورنتو محسوب میشه. چرا؟ چون که کشتی تجاری که میومدن به بندر و مواد غذایی خودشونو از این مارکت تعیین میکردن. به خاطر اون خیلی نقش مهمی برای تورنتو داشت این مارکت. مثلا براتون توضیح بدم این داستانم، برای من که خیلی جالب بود، امیدوارم برای شما هم جالب